قوقلی قوقو. هاک دو دو دو. هاک دو دو دو. با یه هواداره همه کار میشه که میشه رئال بارسا هم برد. اگه گاو بلوبری بخوره شیری که ازش میاد بیرون برفشه. برای جواب این سوال باید به ترکیبات شیر نگاه کنیم. 90% آب، 5% لاکتوز، 3% چربی، 2% پروتئین. به خاطر همیناست که شیر سفیده. اما سوالی که پیش میاد اگه گاو کالیبر 39 میلیمتری بخوره تبدیل به کلاشینکوف اتوماتیک. هدیه های عجیب غریب همسر عربم. اولین هدیه که قبل ازدواج برام خرید یه خونه با ویو برج خلیفه بود، 3 خواب که همه وسایل توشو تکمیل کرد که با هم دیگه باشیم و من هر روز صبح بهش بدم. بعد مراسم ازدواجمون شروع کرد بکردنم و خیلی وقتا برای 2 تا خواهرم هم میخورد. تقریبا هر ماه برام ماهگرد میگرفت و منم سعی میکردم همیشه بهش بدم که ذوقش کور نشه.